سلام، این هم برنامه ترانسفر در عمل است که اینجا ما مهمترین و عادتاً روشنترین گزارش‌های ترانسفری زمستانی را از ماه ینور جمع آوری میکنیم. باید یادآور شد که رفتن زمستانی ترانسفری در تاپ 5 چمپیونات‌های اروپایی به طور رسمی از 1 ینور تا 1 فوریه سال جاری گشوده است. این معنای آن را دارد که در دوام 1 ماه من گپزنی اساسی خواهم بود اگر که دهان من و جلد برنامه پیش از مهلت بسته نشود. در آمد گپ حتما باید اشاره نمود که در فضای ترانسفری فوتبال تاجیکان آن تغییرات گفتگی و وعدگی به قول میده شده ایستادند، ولی در استقلال هرچند که گفتند تا حال هیچ مربی را نیافتند، ولی تیم ختلان باشد به تاریخ برگشت. و گفت دیگر دسته ختلان نام پیشینش وخش از قیامت عمر 6 ساله را برگردانید و از این پس با نام وخش گردنشخی میکند. در ادامه گپ روشن نیکولا در پی تغییرات اخیر کادری همچنین با بازیگران طاهر ملدوستو و اکابر تورایف مربی نجم الدین طالبوف خیر خوش نموده. چطور پیشتر هم گفتیم برای کمک به علیشیر توردیف علیشیر دیگری با نسب توردینظرف را آورد. از این تغییرات کردگی به نظرم گپ سری لگانری ازبکستانی عموما نمی رود، زیرا چطور آمدنش را کسی ندید، رفتنش نیز به مثال بازی به منفیت خپودن و به یگان دودلگی عملی کرده شد. در انگلیا باشد چلسی قرار کرد که بازیگر دیگر را بعد اندری سانتوس به اجاره دهد. این هم دوید فافانا است که به اجاره به بیارلین روان کرده شد. دوید که نیمه اولی موسم در اونیون برلین بود 2 گل در 17 بازی به ثمر رسانیده است، ولی گپ دیگران است که بیارلین در شبکه‌های اجتماعی باز هم از خود درک داد. هوشمندانه ترانسفر دوید فافانا را معرفی کرد. من او را یافتم و او به من تعلق دارد. با چنین سرلوحه از ترانسفر نوبتی خویش اعلان نموده است دسته کمپانی. اگر که فیلمی این پلنتیان را تماشا نکرده باشید، بعد تماشای لوحه مذکوری بیارلی حتما تماشا کنید. خودی بازیگر باشد در مورد گزارش خویش چنین سخنان اولیه گفت: بودن اینجا برایم خیلی پسند است و واقعا هم خیلی خوشبختم. فکر میکنم که اینجا در واقع مکان خوب برای پیشروی است. برای این قدم ایدئالی می باشد. همین طریق حمله‌آور 21 ساله باز هم به اجاره بدون حق خریداری تا آخر موسم رفت و در لندن امید دارند که آخر موسم بازیگری مذکور به قول آدم می شود. گپ دیگری اطراف ترانسفرهای فوتبال انگلیسی این کوچیدن ماتئو میخیا از منچستر یونایتد می باشد و این بازیگر را سویلیا بر عوض رحمتی کلان به دست آورد. بعد آنی که امیو این بازیگر را از صف خویش جواب داد، معلوم گردید که سویلیا راضی شده است او را به پرگی به تیم خویش جلب سازد. به قول فابریزیو رومانو حجت‌های گزارش بازیگر باید که هفته آینده امضا شوند. خبر داده می شود که حمله‌آور 20 ساله تیم منچستری را بدون گرفتن یگان جبران پولی ترک می کند، زیرا شرطنامه او ماه ایون انجام می یابد. یونایتد دارای حق 25% از فروش این بعده بازیگر برخوردار خواهد بود. میخیا در سیستم امیو از سال 19 بود، ولی 30 بازی در صف جوانان گذرانید و پیوسته از جراحت‌ها رنج می برد. به انگلیا باشد بازیگری مذکور از اکادمی سراگوسا پیوست، جایی که 1 سال 60 گل زده توانست، ولی با وجود این او در یگان تیم منتخب بازی نکرده است، ولی می تواند در صف منتخب‌های اسپانیا و کلمبیا بازی نماید. پس در حالتی که نه برای اسپانیایی ها ضرور است و نه برای کلمبیایی ها، تنخاگ هم از رونالدوی بزرگ خلاص شده توانست و هم سانچو را یک طرف گذاشت. برایش چنین نفرانی بینام و نشان چی در کار؟ در ایتالیا باز هم ضرور می آید سری فعالی میلان حرف زنیم. اینجا البته گپ سری پیروزی جانبی رسانیری زدی رومان نرفته، بلکه ما گسلکنی رد کرونیچ از میلان به فنربخچه با حق خریداری حتمی خواهیم گفت. اینم در حالی است که کرونیچ با چنین قرارش به اسپارتاک جوابی رد داده بود. باشگاه ترکیه هم رسما باید امضا کنی شرطنامه با نیمه‌نهاییگر بوسنیایی طریق اجاره با حق خریداری اعلان نموده
با انجام موسم فنر باید که الکی سابق بازیگر میلان را خریداری کند. بوسنیایی در سفیر سنریو شروع از موسم 19-20 برآمد کرده. موسم جاری در چمپیونات ایتالیا 10 بازی بدون عمل نتیجه بخش دارد. یگام فایده برای میلانیا که نکرد و همچنین از بازیگران کلیدی برای میلانیا که نبود، ممکن در کشور ترکان صاحب آمار دلپسند گردیده تواند. تیم فلورنسیایی فیورنتینا باشد از ویرونا دفاعگر دیوید فراونی را به دست آورد. فیورنتینا دفاعگر نامبرده را با حق خریداری در انجام موسم به اجاره گرفته. بازیگر در طول مسند ورزشی خویش وقتی برآمد در صف تیم‌های اینتر، اودینزه و ویرونا مؤلف 194 بازی، 18 گل و 23 پرتافت گلی در سری A می باشد. بازیگر دیگری را که ویرونا این زمستان از دست داد مارتین اونگلا می باشد که از جانب تیم اسپانیایی گرانادا دعوتنامه گرفت. در حساب نیمه‌نهایی کامرونی 25 ساله باشد، 15 بازی در سری A است. خلاص که با این خریداری گرانادا هم به گفت خودش پرقوت شده است. در آلمان باشد بروسیا دورتموند در برابر پذیرایی صمیمی دیگر برای سانچو، همچنین یان ماتسن از چلسی را به اجاره گرفت، ولی این نفر پیش از رفتنش از لندن با چلسی تا سال 26 شرطنامه را تمدید کرد. با قول تیم دورتموندی مهلت اجاره تا آخر موسم بوده. بعد گذشتن از معاینه طبی بازیگر در صف زنبورها رقم 22 را انتخاب کرد. ماتسن باشد در نوبت خود قید کرد که بروسیا برای امضا کنی شرطنامه با من کارهای زیادی را به انجام رسانید. فرصت‌های زیادی از بازی این تیم و مخلصانش پیگیر هستم و تیرهمای سال 22 حتی به بازی لیگ چمپیون‌ها در منچستر تشریف آوردم تا بازی این دسته را از پیش ببینم. خیلی خوشبختم که عملیات اجاروی به سامان رسانیده شد. وعده می‌دهم که کل نیروی خویش را برای کامیابی‌های دسته‌ای مصرف می‌کنم، گفته است ماتسن. قابل قید است که این موسم دفاعگر 21 ساله 376 دقیقه در 15 بازی چلسی به میدان آمده. برای زیاد کردن دقیقه‌های بازیش به آلمان رفت. یک شرطنامه دیگری را که در این برنامه اطراف آن خواهیم گفت به گزارش به فوتبال فرانسویان ربط دارد. کوتاه‌تر کرده گویم میلش لوکوویچ از EMT به استراسبورگ با ارزش 4.7 میلیون یورو گزارش انجام داده شرطنامه 5 ساله امضا کرد. از مهارت سری 18 ساله همچنین تیم‌های پرمیر لیگ روسیه پیگیر بودند، ولی این بازیگر هم سخنان اسپارتاک را در زمین گذاشت و بازنید باشد اطراف شرط‌های قرارداد به موافقه رسیدن نتوانست. همین طریق او قرار کرد در عضو 5 گانه بهترین چمپیونات اروپایی برآمد کند و از این پس شرف تیم میانه حال لیگ یکم فرانسه را دفاع نماید. با خود روسیه باشد این زمستان کسی دیگر نه بلکه رونالدو آمد. با آمدن رونالدو به فوتبال روسی که به طور هنگاموی نه مسکو و نه پیتر را انتخاب کرد و به رستاو لبیدان آمد، اکنون فوتبال روسیایی ها نام و نشان پیدا کردنی است. ولی اگر اطراف این گزارش جدی‌تر حرف زنیم، این هم نه رونالدوی جهانگیر و نه رونالدوی بزرگدندانی ریال مادرید اول سالهای 2000 است، بلکه رونالدو از لفسکی بلغاری می باشد. باشگاه رستاوی هم اویدی به توافق رسید در مورد گزارش رونالدو و این تیم جنوبی روسیه اعلان نمود، ولی در مورد ارزش گزارش به قول دم هم نزد. با یک گفته ارزش گزارش همنام رونالدوهای عالم شمول، گزارش بازیگر از برزیلیا به روسیه 2 میلیون یورو را تشکیل داده. شرطنامه به مدت 4.5 سال بسته شده است. رونالدو دو سانتوس 7 گل و 1 پرتافت گلی در 25 بازی موسم جاری به ثمر رسانیده. روند معرفی شوی بازیگر باشد زمان تشریف رونالدوی دندان بزرگ و شهر مسکو نزد میدان سرخ ماه اپریل سال 98 را به یاد می آورد و به این رونالدوی نوی رستاو نیز همان لباس و آن چهره ضم کرده شد. اگر شود این رونالدو اقلاً 25% بازی هموطنش را کند، ممکن روزها را پیش از مولد و به یگان جنگ و جنجال به یوروجام ها دعوت کنند. گپ و نوگری دیگر از بازار فوتبال فرانسوی آن است که رنان لودی از المپیک مارسل طریق اجاره به الهلال سعودی پیوست و تابستان باید که با ارزش 20 میلیون یورو خریداری شود.
شرطنامه بازیگر تا سنه 30 میون سال 27 مهلت خواهد داشت. در این باره خبررسان اساسی و با اعتماد برای همه فوتبال شناسان فابریزیو رومانو گفته است. قابل قید است که به صف مارسل رنالدو برزیلی با ارزش 13 میلیون یورو از اتلتیکو مادرید پیوسته بود. دفاعگر موسم قبلی تاریخ اجاره در ناتینگهام فارست گذرانیده بود و چطور دیدیم در ورزشگاه ولودروم نیز زیاد او را نماندند و به نزد برزیلیون دیگر روان کردند. موضوع اخیر قابل بررسی و مهم برای جامعه جهانی فوتبال این البته که نیت‌های گریز بنزما، فیرمینو و هندرسون از عربستان سعودی می باشد. آنها در حقیقت از بیابان‌های گرم عربی گریختنی اند. چمپیونات عربستان سعودی تابستان قبلی با خریداری‌های بازیگران جوان و نه آنقدر شهرتیار برای تیم‌های محلی بازار ترانسفری را ترکانیده بود. هرچند که کریستیانو رونالدو و الکساندر میتروویچ توانستند خود را در چمپیونات عرب ها نشان دهند، دیگران از خود سر و صدا بلند کرده نتوانستند. با وجود این زمستان تیم های سعودی به مثال تابستان در بازار آواز بلند نخواهند بود. چطور پیشتر هم گفتیم فوند عربستان سعودی پیف که 4 تیم پیشرفت این کشور الهلال، النصر، الاتحاد و الاهلی را سرپرستی می‌کند، در عملی کنی ترانسفرها محدودیت جاری کرده است و در این باره نشریه اسپانی آیس نوشته بود از میان نفران رفتگی به کشور سعودیان که نه همشان از کار خود راضی‌اند سخن را چنین طور سر می‌کنیم. کریم بنزما 26 دکامبر الاتحاد با حسابی 2-5 از النصر کریستیانو رونالدو مغلوب شد و نوبسته از یک پرتافت گلی بنزما همگان با تحقیر و تهمت‌ها به سر فرانسوی ریختند. فرانسوی هم به یگان جنگ و جنجال صفحه اینستاگرام خویش با 76 میلیون کاربران را گرفت و از شبکه‌های مجازی پاک کرد. پیش از این باشد بعد مناقشه بنزما با مربی پرتغالی دسته نونو ماه نوامبر سال 2023 الاتحاد نونو اشپیریتو سانتو را از کار جواب داد. هرچند نتیجه 15-6 در 24 بازی چشم رساند ولی بنزما در چمپیونات نو خود را ناراحت احساس می‌کرد. بنزما در چمپیونات سونی خود را گم کرد و می‌توانست طریق در اساسی بیرون رود ولی متاسفانه چنین کار را نکرد. گفته است سابق بازیگر PSG لارکه بعد قضیه رفتن بنزما از کشور سعودیان. در پس منظر چنین کار آوازها اطراف رفتن بنزما به منچستر یونایتد زیاد شدند ولی با وجود طلبات زیاد فرانسوی در معاش و نازک بودن خود تنخک این کار را انجام دادن خیلی هم مشکل است. ولی بر زمین بعد قرار سرمربی نوی دسته مارسلو گالیاردو اویدی از دسته خارج کردن بنزما آوازها رفتن او را زیاد میکنند. وابسته به آنکه بنزما با مشق‌های دسته جمعی تیمی خیش در دبی حاضر نشد نزدیکان او برانند که کریم وابسته به نامساعدی باد و هوا در جزیره‌های ماوریکی درمانده است و به عربستان سعودی رفته نمیتواند و فکرم کلی این بهانه است زیرا او در برتنگ اول سالهای 90 نباشد که زیر ترمه بماند. عادتاً بنزما خپودن برایش دستهای اروپایی میجوید. جردن هندرسون باشد کلا نتوانست از برای اقلیم و گرمی با نمناکی بلند در چمپیونات عربستان سعودی مطابق شود. باز یک سبب دیگر اشتراک کم مخلصان و بازی‌های الاتفاق در چمپیونات نوبسته از گنجایش 35,000 ورزشگاه می باشد. هندرسون با وجود شنیدن تنقیدها وابسته به انتخاب چمپیونات سعودیان نیت دارد که برای رفتن به یورو 24 با منتخب انگلیا باید به وطن برگردد. هرچند ماه سپتامبر الاتفاق تنها 2 خال از تیم پیشرفت کمتر داشت، این حال تیم جرارد تا 3 گانه 15 خال کم دارد و 8 خال دیگر آن را از ته‌خانه جدول جدا می‌کند. چطور تلگراف خبر می‌دهد در امضاکنی شرطنامه با سابق سروان لیورپول، آیاکس 2 دسته از قسمت پایانی پرمیر لیگ انگلیا و دسته از بوندسلیگا اشتیاقمند می‌باشند. در ردیف این تیم‌های خریدار هندرسون می‌تواند به چلسی یا منچستر یونایتد بپیوندد. پشیمانی سروان لیورپول را که دیگر سود ندارد نه پول کلان ملهم می‌بخشد و نه دلبرداری مخلصان صمیمی. روبرتو فیرمینو به قول تاک اسپورت حمله‌ور الاهلی می‌خواهد تیم سعودیان را ترک نماید و این بازیگر دیگری سابق لیورپول را
به تیم‌های پرمیر لیگ انگلیا بخصوص به فولخم پیشنهاد کردند. فولخم جویای عوض کننده الکساندر میتروویچ که تابستان به الهلال رفت و در قیاسی به این منالیدگان با رونالدو آنجا کیف و صفای دارد. چطور ژورنالیستی ایونینگ استاندارد نیز ارکینسیل خبر می‌دهد الاهلی حتی آماده دادن فیرمینیو ماهی انور به اجاره میباشد، ولی میخواهد تیم نوی برزیلی باید قسمتی بیشتری معاش او را 326,000 پوند قریب 376,000 یورو هر هفته پرداخت نماید. خریداران احتمالی فیرمینیو می توانند از انگلیا و ترکیه باشند و در میانه این دسته ها بشکتاش و گالاتاسرای از فعالترین هایند. همزمان ژورنالیست بن جیکوبز دقیق کرده است که الاهلی پیشنهاد برای خریداری بابی قبول نکرده است، ولی اجاره حمله‌ور به تیم پرمیر لیگ انگلیا امکان پذیر است. خلاص که اینجا چطور میگویند دود به آتش نمی شود و نفران ناراضی به نظرم این زمستان مکانی موافق و طبیعی دلشان را پیدا می کنند. ولی چیزی مهمتر از این آن است که عجایب آدم این فوتبال بازانند که در این دوران پول پرستی هم در ملک پولداران خوشبختی را دریافت کرده نتوانستند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.